سلام به تیک دارک، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اگر موافقید بریم به سراغ داستانهای امشب. سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و پر هیجان باشید. ماجراهای بال زندگی من زیادن، اما دوست داشتم از این ماجرا یاد کنم که مربوط به خودمه. حدودای سال 90 ما اسباب کشی کردیم و برای بار سوم به خونه جدید میرفتیم و این خونه توی یکی از روستاهای اطراف شهر بود و صاحب قبلی خونه یه زوج بودن که بعد از چند سال از ازدواج با دعواهای شدید و کتککاری از هم جدا شدن. کتککاری ها انقدر بد بود که درای خونه چند جای شکستگی بر سر مشت داشتن و در نتیجه به دنبال فروش بودن. ما به این خونه اومدیم، از همون اوایل ساکن شدم اتفاقات کم محسوسی رو متوجه می شدیم، مثل گم شدن اشیا، جابجا شدن اشیایی که مطمئن بودیم کجا گذاشتیم و صدای راه رفتن و باز و بسته شدن پنجره که اوایل فکر می‌کردیم به خاطر سرد و گرمی شب و روزه، ولی اینقدر صدا آوازه بود که میفهمیدیم صدای راه رفتن. در حدود سال 99 ماه رمضان بود که در اتاقم به خواب در اتاقم به خواب خوش رفته بودم تا سنگینی نگاهی از هوشیاری مو به دست آوردم. موجودی سیاه و که موج سیاه که اطرافش حال مانند بود، زانوهاش رو تو شکمش جمع کرده بود و لبه میز کامپیوترم نشسته بود. خیره به من نگاه میکرد. البته چشمانش کاملا واضح، ساعت و معین نبود. دوده ای از سرخی بود. توی اون زمان دستم که دو طرفم قرار داشتن رو مشت کردم و هی اسمم رو تکرار میکردم و میگفتم فلانی باید کامل بیدار شی، اگر بیدار نشی قطعا میمیریم. چند بار این جمله رو تکرار کردم تا با صدای جیغ تونستم اختیارم رو دستم بگیرم. از جام بلند شدم. انقدر فریادم بلند بود که مامانم از خواب بیدار شد و اومد بالای سرم. خبری از اون موجود نبود. من بودم با بدن سرد و عرق کرده، احساس لرز. از اتاقم رفتم بیرون و پیش مادرم با آب و حرفای مامانم آروم شده و اون موقع متوجه شدم ساعت به معنای واقعی 3 و چند دقیقه بود. کمتر از 1 ساعت تا سحر وقت نماز. سلام، من آرمین هستم. 19 سالمه. چند ماه پیش با دوستان قرار گذاشتیم که با هم دست جمعی بریم شمال و توی جنگل خونه بگیریم. روز بعد حرکت کردیم سمت شمال. اصلا حسش نبود که بریم. بعد که رفتیم توی راه لاستیک ترکید. بهتون میگم اصلا قسمت نبود. بعد 3 یا 4 ساعت گشتن یه مکانیکی پیدا کردیم و دوباره راه افتادیم. ساعت 7:30 رسیدیم. بعد رفتیم خونه گرفتیم و رفتیم یکم چیز فکر چیزا خریدیم با مشروب بخوریم. وقتی وارد خونه شدیم احساس سنگینی کردم. نقشه خونه طوری بود که وقتی وارد حیاط میشدی سمت چپ یک سرویس بهداشتی بود، در حیاط یک باغچه و مستقیم وارد خونه که میشدی یک راهرو بود که سمت راستش یه اتاق 6 متری بود که تخت داشت. آشپزخونه‌اش هم در داشت. باید در رو باز میکردی که وارد بشی. مستقیم میرفتی پذیراییش بود. ساعت 2 یا 3 شب بود. داشتم مشروب میخوردیم که یکی از بچه‌ها یه دفعه داد زد، گفت به خدا یکی تو آشپزخونه است. ما هم بهش خندیدیم، بهش گفتیم بعد مسی دواهم زدی. اونم دیگه خیالش راحت شد. وقتی خواب رسید دیگه رفتیم بالش و پتوها رو از ماشین آوردیم که دیگه بخوابیم. خب بچه‌ها خوابیدن و منم رفتم ظرف و چیزایی که کثیف کردیم و بشورم. کثیف کردیم یکی پشت سرم. از گوشه چشمم حسش میکردم. بعد فهمیدم که اون روزم ما دروغ نمیگفت که یکی تو اتاق. منم اهمیت ندادم و یه سلوات فرستادم. بعد وقتی که ظرفا تموم شدم داشتم میخوابیدم که یه دفعه دوباره نیما داد زد. همه بچه‌ها بیدار شدن. منم رفتم ببینم چی شده. نیما میگفت من دیگه نمیمونم اینجا جن داره. صورتش این گد سفید شده بود. ما یکم آرومش کردیم و اینا. بعدش بهش گفتیم چی شده، چرا داد زدی اینا. من شک کردم که خونه جن داره. گفت یکی اومد بالا سرم با صدای کلوف تو گوشم گفت بلند شید برید. منم که میخواستم بچه‌ها رو آروم کنم که نترسن. بهش گفتم من بودم. گفتم بیا کمکم کن. کم کم بچه‌ها میرفتن میخوابیدن. منم جریان واسه علی دوستم که بزرگ همون بود تعریف کردم، چون بچه‌ها مهمون من و علی بودن. نمیخواستیم مسافرت‌ها خراب بشه. بعد فردا صبح که علی رفت پاشو از خونه گذاشت بیرون، یه مردی از اونجا رد میشد. طوری که تعریف میکرد علی گفت مرده به این گفته با ترس شما این خونه رو اجاره کردید. گفته بله. چرا؟ مرده گفته این خونه قبلا یه مرد جوانی توش زندگی میکرده که از دست خانوادش خودشو دار زده. بعد علی با ترس اومد همه وسایل خودشو بچه‌ها رو جمع کرد. فقط با داد گفت بریم. همه بچه‌ها ترسیده بودن. ما هم ترس و لرزون همه وسایل جمع کردیم رفتیم کنار آب. بعد که موضوع تعریف کرد نیما سرمون داد زد، گفت
دیدین علکی نمیگفتم. بعد گذاشت رفت نشست تو ماشین. کلا 6 نفر بودیم. بعد یکی از بچه‌ها در اومد گفت کی میمونه کی میره. کلا 3 نفرمون با ماشین ایما رفتن شهرمون. ما 3 نفر موندیم که رفتیم سر جاده اون مردا رو پیدا کنیم که بهش بگیم چرا این خونه رو بهمون دادی. رفتیم همه جاده رو گشتیم ولی مرده نبودش. بعد رفتیم شهرمون با بچه‌ها حرف زدیم. بهشون گفتیم اول از جایی که مطمئن بشید بریم. شما هم همینطور از جایی که مطمئن هستید برید. خیلی ممنونم که تا به اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما هم با خبر بشید. خدا نگهدار.